گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی پوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم یکم. صبای روزگار. وقتی سینی آدم به جای می رسد، گاه گاه لحظه های عجیبی حیات مثل نوار از پیش نظرش می گذرند. از همه بیشتر آوان نورسی، مکتب خانی و جوانی چون یاد روزگار شیرین انسان را به آن دوران بی بازگشت عمر به احاطه می گیرند. دیه، پدر و مادر، خواهر و برادر، حق و همسایه ها، دوستان، آشناها و مردم مهنتی نک و سرشت پیش رو می آیند. نخست خانه ای از خاک و گیل ساخته پدری، توتی سال خورده حولی که با بزرگیش دو کت آهنی و چوبی، قسمت جنوبی ایوان و پیشتاق علاو خانه و راهروی اساسی را تا نزد دروازه و حتی قطعه حیاتی ما را سایبان بود به خاطر می آید. زیرا روزگار زیر قنات و اطراف آن درخت عظیم جثه صورت می گرفت. توت را بابا کلانم استا قادر شنانیده بوده است که ما او را یاد نداریم. بابای ما در ایام نورسی و جوانی هنر سنگ آسیا تراشی را میراثی از پدرش با دیدن و یارمندی کردنها یاد گرفته است و بیشتر زیر این توت استایی می کرده است. او این درخت عظیم را برادری بزرگ سرپناه، همدم، غمخوار و غمگسار اهل آیلش گفته گاها ناعیان گویا با آن گپ می زد. من عمیق نمی دانم بابایم چند ساله بود. بار در آمد گپ او گفته بود: اکنون بچم، خدا را شکر من در خانه 80 رسیدم. از اولاد ما بین اکه هایم و اپه هایم عمر بیشتر نصیبی من بوده است. و بابایم اندیشمندانه به دوری های دور به سوی کوه قرطاو که قسمت های آن هنگام نشست در بالای کت چوبین جا جا به نظر می رسید نگاه خسته حالانه کرد. در خاطر ندارم که بابایم یگان وقت در خانه ایوان و وقتی گرما بالای کت تنی تنها نشسته باشد. با وجود آن که در خانه 80 بود در جایش نمی ایستاد. دایما به کار اندرمان می شد. در قطعه نزد حولی کار می کرد. با نگاه و بینی 3-4 سرمالش شغل می برزید. گاها پیش پدرم که به کسب اولادی سنگ آسیا تراشی و بعدتر که این هنر نادرکار شده ماند به آهنگری مشغول بود می رفت. استخانه پدرم پشت به دیوار حولی ما جایگیر بود. آن از دهلیز هم یک دریچه داشت. بابایم قریب به هیچ جا نمی رفت. فقط ماه 2-3 مراتبه یک وزنین قدم مانده به خانه عمه و اکه هایم پیش نبیره هایش رفته از احوال آنان خبر می گرفت. حال پرسی می کرد. از کیسهش 2-3 چارمغز و قندپاره چند که با خود می برد به نبیره هایش تقسیم می کرد. نفقه پولیش 43 سوم بود. روزی که این پول را می گرفت ما از رنگ و رویش پی می بردیم. او کمی خوشحال می نمود. باز هم مهربانتر می شد. با قناعتمندی و دوستداری به هر کداممان 1 سومی می داد و ما از این کار قبد گوش می گرفتیم. پرک می کردیم. ساز نگاه می کردیم که باز بابایمان به یگان نبیره دیگرش 2 سومه ندهد. این کار را گاها به دخترانی مکتب خانی عمم که شوهرش یک مرد ناکاره بود روا می دید و چنین سخاوت بر زیادی بابایمان بعضن داد و فیغان ناراضگی دست جمانه ما را به وجود می آورد و این احوال ما را دیده ذوق می برد و تبسم شیرینی خاطرمانی می کرد. چشم و بینی پدرم کله و کنده بابایم بود، اما در قد و بست به اون نمی رسید. بابایم قد بلند پهلوان صورت بود. قامتش کمی خمیده باشد هم معلوم بود که در جوانیش جوانمردی تهمتن بوده است. باری از پدرم پرسیدم که بابای من در دهه از همه زور بوده؟ همه از اون می ترسیدنده؟ پدرم کمی تبسم کرده گفت: نه بچم،
بابایت در حقیقت شخص تنومند و پهلوان جوسه بود. شماها حالا فقط آثار آن را می‌بینید. اما از او ترسیدن حاجت نبود. او مرد کاربد کن بود. شب و روز مهنت میکرد که علاج کرده ما را خوراند و پوشاند. پهلوانی آدم خوب است، اما پهلوانی اصیل در هنر و عقل و فراست انسان است. اگر این دو صفت باز با هم آیند، آدم را صاحب احترام میگردانند. بینید حالا بابایت کار نمی کند، اما کل ده پیش او می آیند. مصلحت می پرسند، احترامش را بجا می آرند. در غیبش فقط نیکی های او را صفت می کنند. برای آدم دیگر چی لازم است؟ گرچند بابایم مهمانی توی و مرکه رفتن را آنقدر خوش نداشت، اما تیز تیز جوره هایش دو گاها چار شده نزدش می آمدند. بابایم آنها را دیده خرسند می شد و دوستانش را با خوشنودی استقبال می گرفت. بیایید گفته آنها را برای نشست بالای کت چوبین دعوت می کرد. کلین، دسترخوان را بیار بچم، گفته به مادر من مراجعت می کرد. مادرم موافق رسم و رسوم هیچ وقت خودش پیش مهمان نمی برآمد، اما من و دادرم طبق عادت دوان پیش او می رفتیم. دسترخوانی آماده شده را به زودی پیش موی سفیدان می آوردیم. چاینیکی چایگاه ها دیری می کرد. مادرم از این خجالت کشیده 2-3 بار چای جوش را درون لخچه آتش می جنباند. آبگویا از این حرکت مادرم گناه خود را فهمیده باشد، یکی جوش می زد. آچه بیچاره هم از سراسیمگی آستینچه نانپزی را فراموش کرده با نوگی آستین چای جوشی بلق جوشیده را برداشته بالای چاینیک چپه می کرد و اوف می گفت. دل من به مادرم می سوخت. آه آچه جان، دستکات سوخت؟ می گفتم. مادر مهربانم پنجه های نازک خود را تکانده گویا چیزی نشده باشد با هیجان می گفت. به جای به من نگاه کردن قند و کلچه و چینی جرغات را می بردی. ما بگیر، چاینیک را ببر، آهسته نسوزی، دیر کردیم عیب می شود. همین طریق وظیفه اولین من تمام می شد. آن طرف کار آسان بود. با چیلیمچی دست مهمانان را آب می گرفتم. موی سفیدان به کاری من و مادرم دیر یا زود آوردن دسترخوان عموما دقت نمی کردند. صحبت آنها آهسته گرم می شد. من احترام خاصه آنها را نسبت به بابایم که عادتا شخصی کمگپ بود حس می کردم. زیرا جوره هایش به او دقت کرده سخن می گفتند و با سخنهای استا خودت شاهد بودی کو استا خیریت من همان وقت مصلحت شما را گرفتم وگرنه و مانند اینها درجات معنوی بابایم را در نزد موی سفیدان مخصوص تأکید می کرد. من منزلت خوبی بابایم، صاحب احترام بودن او را دیده افتخار می کردم. می خواستم مثل بابایم باشم. صحبت های جوره های بابایم را دوست می داشتم، چون که آن وقت نو ذوق خواندن کتاب های بدیعی را پیدا کرده بودم. نقل ها آید به سرگذشت آدمان، سیر و سفرهای عجایب و غرایبی آنان به من خیلی معقول می افتادند. از این رو بعضی قصه های جوره های بابایم برای من خیلی شوق‌آور به نظر می رسیدند. من با کنجکاوی بچگانه صحبت های بابایم را به 4 قسمت جدا کرده بودم. اول حال و احوال پرسی و سؤالگزاری عادی غمخوارانه یکدیگر اهل عائله. دوم درباره خویش و تبار و اقربا و آشناهای دیگری دور و نزدیک. سوم نرخ و نوای سبزی و پیاز و گاو و مال، کمبود دائمی یم و خاشاک و آخران گاه یگان نقل شوق‌آور سرگذشت موی سفیدان، واقعاتی که کدام وقت آنان پسی سر کردند. این قسمت صحبت لحظه دیر انتظاری من بود، اما دفعه نوبتی انتظاری من دیر نکشید. نو موی سفیدان شکراب طبق را خورده بودند که بابایم بچم دستها را آب گیر و 2 چاینیک چای گرم یگان شیرینی بیار گفته بود که بابای زینالدین از بابای ساربان پرسید. ای بچه، فراموش کردیم پرسیم. خوشدامنت از دنیا گذشت، در جنازه نبودی؟ اکا می بخشید، وقتی من خاندار شده بودم خوشدامنم کیها مرده بود. جواب داد بابای ساربان. آچه خیرامان چی؟ ای خدا گیرد آچه خیرامانه. آدمانی بعد دراز عمر می شدند. خانه سوخته به 98 در آمده بعد مرد. 5 شو را دید.
با یک بچه 6 کلین را از خانه سور کرد. کلینش نبیردار باشد هم یک عمر خونی همین بیچاره را می مکید. عاقبت او را سیل کسل کرد. خیریت مرد. جان خانوادهش خلاص شد. گفت بابای ساربان. موسفید قلندر که از جوره های نزدیک بابایم بود، کمپیر محوش باز چگونه خوشدامنی ساربان می شده است؟ گفته پرسید. بابای ساربان و بابای زینالدین به تو یگان گپ را باور کرده هم نمی شده است. گفته روی ترش کرد. بابای قلندر عجایب عجایب، از برای خدا کمپیر محوش باز خیلی خوشدامنی ساربان بوده است. ما نمی دانیم. آخر کمپیر یک پسر و یک دختر داشت. می گفتند دخترش بسیار صاحب جمال بوده است. نامش خرامان. او را پریها بردند. کمپیر که این را می دانست آنقدر غم هم نمی خورد. کار خدا بوده است. بردند. یگان روز پیدا می شود. در این دنیا نباشد، در آن دنیا به من شفاعت می کردگیست. می گفت. اصلا در این باره گپ زدن هم نمی خواست. بابای حاتم که او هم حالدان می نمود خندیده علاوه کرد. اکای ساربان، انا خربوزه را هم آوردند. همین خیل خبشینی مخیر. 50 سال از این تاریخ گذشت. پایمان به لب گور رسید. اکنون نقل کن که همه دانند. دیگر این کویده نیست که تو را بگیرد. گرفته هم دیگر چیکار میکند؟ بابای حکمت که طبق شنیدم گاه شاعری هم میکرد و آدمی حاضر جواب بود به گپ همراه شده. گوی این کویده نگیرد، خدا خودش میگیرد. از این سخن همه خندیدند. اکای زینالدین، پیر شدیم. بیا کاه کهنه را باد نکنیم. چی فایده؟ چیزی بود. گذشت. خدای خودمون را گوییم. انا وقتی نماز هم شد. حاضر وقتی پادا آمد می شود. رفته گاو را سرشته کنیم. گساله نمکد. نبیره ها بیشیر نمانند. جواب داد بابای ساربان. ناراضگی خود را از این پیشنهاد اساس ناکردنی شده. ای مردک، شکر در خانه بچه و کلین و نبیره ها داری. نقل کن گپ را بگور نبر. گناهت سبک می شود. ما هم 4 تا جوانی را به یاد بیاریم. نقل کن که به خدا قد و قامت خرامان تو تا حال در پیش نظری من است. آن وقت ما را نماندی، خودت پیشش رفتی. ما آشنای بچگی که بودیم دیگر هیچ چیز نگفتیم. خب کردیم. بعدن تو حاضر محوش خدا گرفته میگویی. آن وقت برای آچه و دختر خودت را کشتی که موی سفید. شوخی آمیز ستیزه کنان گفت بابای زینالدین. ای لوبیا و کدو لعنت به هر دو. خیر یک دوره جوانی بودیه آخر. گفت موی سفید ساربان گردنش را ناراضیانه این سو آن سو یازانده. ای گپ زن، نقل عجایب می شده است. خرامان تا حال در یادی بابای زینالدین هم مانده بوده است که وقتی نام خرامان را گرفتن چشمانش از ذوق یلقاس می زنند، گویا از نو جوان می شده باشد. گفت بابای تبر. این خیل باشد گپ زنی دادر. ذکر عیش نیمی عیش گفتند. گپی بابای تبر را آب داده علاوه کرد بابای حکمت. با تو با گذشت چند سال باشد هم قایل شدم. راستش را گفتم. اکای زینالدین، همش را می دانی. خودت نقل کن. گفت بابای ساربان. نه جانی بابا، سخن از دهان لقمان خوش است گفتند. با آهنگی حضرآمیز تاکید کرد موی سفید زینالدین. بابای ساربان یک آهی ناراضیانه کشیده کمی سری خود را بالا برداشته و بابای من با علامتی چیکار کنم نگاه کرد. بابایم که در این بحث با تبسمی ناعیان سینچکارانه نگاه میکرد گفت: در صحبت دوست جان نغنجد، شادی و غم جهان نغنجد. اختیارت. بابای ساربان یک سر جنبانده. ای آخر دیگر چی علاج گفته به گپ سر کرد. در این گونه حالت ها بابایم عادتاً به من نگاهی معنی دارانه می کرد. خلاصش: میلش بچم، رو گپ گوش نکن، در کار شود خودم جیغ می زنم بود. اما این دفعه هوشش به بابای ساربان اندرمان شد. به فکرم نام خرامان و پریهای او را بردگی توجه بابایم را هم نکمتر از من جلب کرده بودند. من حس کردم که حالی حاضر بابایم به من نگاه کرده باشد هم با سر شدن قصه خرامان آن اشاره را نسبتم روا می دارد و مرا از شنیدن این نقل بی نصیب می گرداند.
آخر من هم که اکنون در صنف هفتم می‌خواندم، سرگذشت‌های منسوب به حیات جوانان دیگر برایم چندان بی‌فرق نبودند. برای همین سطری را که از سراسیمگی به جای چیلیمچه استفاده برده بودم، آهستک چپه کرده زیر یک پایه کت چوبین که حتما چشم بابایم و دیگران به من نمی رسید نشستم و گوش کردم. در معرکه یک خاموشی موقتی حکم فرما گشت. گویا کسی نفس هم نمی کشید. همه انتظار نقل بابای ساربان بودند. چون موی سفید اعتماد نمود که همه گوش و هوش شدند و واقعا هم به نقل او توجه محض دارند، آهسته به گپ سر کرد. میگویم اما التماس دوست جانی بودن خود را اقلا در سر پیری نشان دهید. به کسی گپ نزنید. من از بچه بیوه مهوش هم نمی ترسم. او خود از شبها که قبل از خواب بیرون می رود از دست زنش گرفته سراسیمه قضای حاجت می کند و دویده پیش از زوجش به خانه می درآید. اما برای من موی سفید در این ده بزرگ گپ و کلاچه خوب نمی شود. این سیر را حتی فرزندانم هم نمی دانند. شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشاد الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر عابدجان سیدزاده. انجام قسم یکم.